یکی از اولین قدم‌هایی که شما تو شروع کارتون باید بردارین اینه که روی چارچوب‌های ذهنیتون کار کنین و یک سری از اونها رو تغییر بدین تا با تجارت جدیدی که شروع کردین سازگار باشه. چارچوب‌های ذهنی قدیمی ما توی شغلای قبلی که داشتیم، تو کارهای قبلی که داشتیم، لزوماً توی این کار نتورک مارکتینگمون کارساز نیستن. و خیلی از ذهنیت‌هایی که ما اونجا باشون موفقیت کسب کردیم ممکنه اینجا دقیقاً به درد ما نخورن. درست مثل میمونه که یک بازیکن فوتبال رو که اصلا خیلی هم حرفه‌ایه تو کارش و خیلی هم مدارج مختلفی رو طی کرده و عنوان‌های خیلی زیادی رو به دست آورده، بیارن و عضو یک تیم بسکتبالش کنن. درسته که این آدم ورزشکار هست، اصول ورزش رو بلده، اصول تمرین کردن رو بلده، ولی قطعاً برای موفقیت توی رشته بسکتبال نیاز داره تا قوانین اون رو یاد بگیره، نیاز داره تا اصول اون رو تمرین کنه، به در واقع تکنیک‌های اون مسلط بشه. شاید توی فوتبال اگر با پاش توپو میزد خیلی طبیعی به نظر میرسید، ولی اینجا تو بسکت اگر با پاش توپو بزنه خطا محسوب میشه. تجارت نتورک مارکتینگ هم از این اصول مستثنا نیستش، با اینکه اصول کلی موفقیت توی هر کاری یکیه، ولی قسمت‌های اختصاصی داره که شما باید اون رو یاد بگیرین و بتونین طبق اصول خودش فعالیت بکنین. پس تو اولین قدمتون برای شروع تجارتتون لازم هستش که با یک سری چارچوب‌های ذهنی این تجارت به خوبی آشنا بشین و بتونین ذهنیت‌های خودتون رو بر اساس اون تنظیم بکنین. این موضوع از اهمیت خیلی زیادی برخورداره، برای اینکه شما بر اساس طرز فکری که دارین معمولاً عمل میکنین و نتایجی که توی کارتون به دست میاد کاملاً تحت تاثیر این افکار و ذهنیت‌ها قرار داره.